با نام خدای مهربان سلام. برنامه نوبت کتابخانه است. امروز در برنامه یک دانشجو داریم. البته این دانشجو ویژگی خود رو دارد. در برنامه هستند شاعره دانشجوی بخش چهارم دانشگاه ملی هستند. با برنامه خیلی خوش آمدید. یاددار باشم که شاعره در برابر خواندن صدها کتاب و ازبر کردن هزارها مصرع از کلاسیکان اینچنین باز چندین هنرهای دیگر دارند از قبیل زبان دانی و زبان آموزی و اینچنین پخت و پز و کارهای دیگر. با بهشت صحبت یارانی همدم است، دیدار یاری نامتناسب جهنم است. سراول سپاس برای دعوت، زیرا من در این منبر فقط آدمان بزرگ را می دیدم و هیچ وقت فکر نمی کردم که روز به این برنامه دعوت می شوم. من شاعره مدلیeva هستم، دانشجوی کورس چهارم فاکولته ژورنالیستیکا در دانشگاه ملی تاجیکستان. شما غالب آزمون هم هستید، یعنی یک در کشور آزمون فروغ صوبی دانایی جریان دارد و شما یکی در بخش ادبیات کلاسیکی غالب آزمون هستید. بگویید که چگونه دست به کتاب و خواندن و مطالعه زدید و چی باعث گشت، سبب اصلی چی بود که شما به این تعداد، یعنی من آگاهی یافتم شما بیشتر از 600 کتاب مطالعه کردید، چی بود، یعنی چی باعث گشت که اینقدر کتاب رو مطالعه کنید؟ راستی انسان در زندگی برای چیزی که ندارد برای به دست آوردن همان حرکت میکند. ما وقتی که در اویله کتاب میخواندیم که درس تیار میکردیم، پدرم اونقدر توجه نداشتن، یعنی که در اویله ما کسی صاحب معلومات نبود و آنها توجه هم نداشتن به کتابخانه. لیکن نمیدونم همین چه خیلی جوشته بود، من بر ضد آنها عمل کردم و فقط همین گوییم می نشستم، دیر هم شده باشد یا در خنوکی هم حتی زمستان شده باشد، می نشستم درسایم رو تیار میکردم، مثلا کتاب میخواندم و وقتی که از مکتب یگان سپاسنامه یا یگان تعریفنامه میگرفتم، وقتی به پدرم میوردم میگفتن که چی لازم همین یک ورق خالی پول دهد به جای این، زیرا پدرم با مشقت پول میافتن و قدری این چیز را میدونستن و آنها فکر میکردن که با دانش زندگی کردن ممکن نیست، یعنی با دانش پول به دست آوردن ممکن نیست. همین چیز را آنها به همین چیز اعتقاد نداشتن، ولیکن یگانه چیزی که روحی من رو روشن میکرد و یگانه چیزی که به من امکانیت میداد که از آن جاده برآمده روم، من خیلی آرزوهای بسیار داشتم از کودکی، لیکن فقط من رو میگفتن که نه نمیخونی، تو خواندن چی لازم، برای دختر خواندن چی لازم، میخوای گپا رو بسیار میگفتن، لیکن من هیچ وقت شعله امید در دل من خاموش نمیگردید. من بر ضد اونها حرکت میکردم، میگفتم شاید روزی میشد که من به همین چیز دست میابم و شاید روزی به خواندن روم، به شهر روم، آرزو میکردم و آیسته آیسته گوییم همین ایجادی شعر اول در من هوس ایجادی شعر پیدا گردید. همین صنفای 3-4 بودم، شعرهای خرد می نوشتم، بعد به معلمه نشان میدادم. معلمه اول وقتی که در صنف خواندن هم صنف خندیدن، با معلم گفتن که چرا میخندید، شاید آینده این یک آدم بزرگ شود. بعداً آیسته آیسته می شعرام در گزیته ها چاپ میگشت، اما وقتی که مثلا در گزیته میبرای جای دهات است، معمولا وقتی که میبینن یک کس میگوید که ای دختری فلان چی در گزیته آمده است، همینطور آیسته آیسته میشناختن در دهه. بعد در المپیاد ها اشتراک میکردیم، بعد در آزمون ها اشتراک میکردیم، اکثرا موفق میگردیدم و کسی که به نزد پدرم میرفت میگفت که این دخترتان رو حتما خوانانه که حیف میشود و همینطور تکانی جدی با پدرم این در صنف 11 در المپیاد مکتب بچگان در دوره جمهوری صاحب مدال طلا گردیدم که دیگر پدرم امکانیت نگفتن را نداشتن و بعد از آن من به خواندن داخل شدم. این از دایره زندگی همون آدم هم وابسته است. وقتی که من مثلا ما در دایره آدمان دانشمند علمدار زندگی میکنیم، میبینیم که آنها با واسطه علم با صاحبی مقام، جایگاه و مبلغ هم میگردن، لیکن به فکر من آنها همین گونه شخص رو در گرد و اطراف خود پیدا نمی کردند و می گفتند که وقتی که تو هم می خونی برای به جای کار در آمدن، تو باید اول مبلغ دهی، چهرست همه جا با واسطه است، به همین چیزها باور داشتن. لیکن امروز خودشون هم قائل شدند که تن می گیرند که گویم که آنها به من اثبات کردن می شدند که با واسطه دانش زندگی کردن نمیشد یا که موفق شده نمیشد، لیکن برعکس من با آنها اثبات کردم امروز که با واسطه دانش هم میشده است.
мегуфтанд ҳамсинфонатон ҳамдарсоятон ки масалан бо воситаи хондани китоб зиёд чаро ин қадар масалан ҳастанд дугонаҳо ё намедонам ҳамон атрофиёне ки ҳастанд ку дар деҳот мегӯянд китоби зиёд хондан он қадар маъне надорад ё замони дигар китобхонӣ нест, дастрасӣ ба интернет, телефонҳо дигар чизҳо. Бархурди шумо бо ин гуна афрод чӣ буд, масалан бо дугонаҳоятон? هیچ وقت آدمانی گرد اطرافی من نمیگفتن هیچ وقت کتاب نخوان یا هیچ کاری نکن، استادانم یا اینکه تمام فقط هم میگفتن موفقیت‌هایم رو دیده میگفتن که حرکت کن با از این هم به قله‌های بلندتر میرسی. در دهات معمولا زنان و دختران در دهات کار زیاد دارن، یعنی از صبح میخیزن تا شام کار میکنن. شما که از مکتب میومدید کار خانه در صورت دهات کارهای زیاد دارد، یعنی کار میکردید. وقتی کتاب خوندن پدر مادر مخالفت نمیکردن یا شما مثلا چی گونه فرصت داشتید که همچون یک بانو اینقدر مثلا دختر کارهای خانه رو انجام بده و در برابر این قدر زیاد حفظ کنید، یعنی هزارها مصرع از کلاسیکان حفظ کنید، این چه خیلی به دست میومد برای شما؟ چون تجربه شما شاید برای دیگران هم نمونه باشد. وقتی که در دهات بودم همین سحر میخواستیم مثلا تو عبید مکتب میرفتیم، بعد عبید میومدیم کارهای معمولی خانه، بعدن درس. پدر و مادر هم در کدام حالت ممانعت میشوند، یعنی که ممانعت نشون میدین در همون حالت که اگر تو همون وظیفه‌های خود را اجرا نکنی. من وقتی که وظیفه‌های خود را اجرا کرده میشدم اونها هیچ وقت به من ممانعت نشون نمیدادن که و همین کار رو کن یا اینکه نکن. ما خودمون باید بعضی کارهای نالازم دست کشیم. مثلا میشتیم در نزد تلویزیون همون کینویی که من دوست می‌دارم شو دوستان، لیکن من باید درس کنم. فکر می‌کردم کینو ببینم یا درس کنم، کینو ببینم یا درس کنم. خودم رو مجبور می‌کردم بیافتم درس می‌کنم، هم کینو رو بعد می‌بینم یا اینکه از زبان اون کس می‌شنوم. بعد چی میگه انسان اگر خودش رو مجبور کرده تواند در اول تو خودت رو وقتی که مجبور میکنی و به همین راه میدروی، بعداً میبینی که میگن که اگر تو چقدر بسیارتر خواندن کنی بعد به نادانی خود اقرار میشی. میگن دانا همه وقت هستی که اگر به نادانی خود اقرار شوی. برای همینم اگر علم یک بار اون کتاب تو رو جلب کرده گیرد دیگر از وی دوری جسته نمیتونیم. بعد میرفتیم مثلا با واسطه‌های الکترونیکی سر و کار نداشتیم، معنی سر خوب کار میکرد و فکرم که خسته نمیشدیم. همون شبانه تا ساعت 12 یک وقتش میشد که وقتای المپیاد تیار میکردیم، ساعت 12 یک شب خواب میرفتیم، با سحر 5 و اینکه دیرش کدی 6 از خواب میخستیم، با بروهی تازه میخستیم، همون روز سولیم بردم میگشتیم. شهری زیاد کتاب میخونید دهاتی ها به نظر شما؟ مثلا شما از دهات اومدید و هم کورس‌ها دارید، شاید از شهر و میبینید میگردید، به اندیشه شما در شهر دوشنبه بیشتر جوانان من در نظر دارم کتاب میخونند یا در دهات و چرا؟ و فکرتون نظر شما هم یک دانشجو یک نفری که کتاب‌های زیاد را فکر میکنم در دهات مطالعه کردید، چی است اینجا؟ اون در وقت با فکر من در دهات اگر کلان شده اگر اون شخصان بسیارتر کتاب مطالعه کرده هستند، برای که آنها دسترسی فقط به همین چیز دارن، اکثرشان به همین کتاب دارن. این کتاب ما میتونیم که مثلا چوپانم و چوپانی میکنند اما قطعش گرفته میره در همونجا یک لحظه خوانده میتونند و در آنجا گویم در دهات مثلا مکتب های اگر به نظر گیریم، امروز من به دوشنبه وقتی که اومدم با بعضی کارها رو مشاهده کرده حیران میشن، یعنی که خوانندگان مکتب رو که اونها هنوز خواننده مکتب هستن لیکن کارهای بیکارگی یعنی که فقط می از مکتب بیان. ما با تاکید میکردن که مثلا در مکتب تلفن استفاده بردن تمام ممکن نبود، رعایت هم میکردن. مثلا همصفای ما بودن که از همون صنفای چنشون تلفن داشتن لیکن نمیبردن، به همین رعایت میکردن، درسشون رو هم میکردن بعد تلفنشون رو هم کار میکردن. لیکن وقتی که دمی امروز در شهر دوشنبه میبینم فقط در دست خوانندگان مکتب هم صنفی 4-5 هم بینیم، تلفن، نوشنیک رفتگان میرن مکتب، حتی با چند تاش همصحبت هم شده هستن. اونها حتی درسای خوبم نمیگذارن. مقصد من همه را در نظر ندارم 100%، البته یعنی مشغول شدن جوانان عامل‌های سرم کننده در شهر زیادتر از دهات است. امکانیت در دهات زیاد امکانیت در شهر زیاد است لیکن همون استفاده بردن در کار است. در شهر وقتی که مثلا من در شهر هستم میتونم که اصلا چیزای امکانیت‌های استفاده برام، لیکن ما به قدرمون نمیرسیم. این بعضا میشود که لیکن در دهات اما یک نفر آرزو میکند که همون امکانیت داشته باشد و از بعضی چیزا استفاده برد، لیکن اگر در
деҳот таҳкурсиро гузарад. Масалан китобхонӣ мо мегӯем ки имрӯз замони техникаю технология аст, бо воситаи китобхонӣ қафо мондааст, гуфта наметонем. Лекин вақте ки инсон китоб мехонад, баъд оянда ин техникаю технология ё ин ки воситаҳои техникӣ чизҳои омӯхташаванда ҳастанд. Онҳоро мо баъдан ҳам омӯхтагӣ курс хонда дар давоми чанд моҳ ҳам ёд гирифта метонем. Ин чиз гӯем ки номумкин нест. Лекин ва шавқи китобхонӣ агар дар дил дошта бошӣ ё ин ки аз ҳамон кӯдакӣ ба ҳамин чиз одат карда бошӣ, баъдан ту ҳам китобдон ҳастӣ, ҳам омада ин чизҳои навро ёд мегирӣ. баъд гӯем ки мукаммал мешавӣ ҳама тараф. як варзишгар парчами кишварро боло мебардорад, як ғолиб мешавад, ҳамон лаҳза як эҳсоси хушҳолӣ одамро фаро мегирад ва тамом мешавад. яъне тӯли рӯз ё фардош ҳадақал баъди як ҳафта дигар меравад. вале як китоби хуб, шумо буданд китобое ки масалан моҳҳо ҳатто солҳо лаззати ҳамон маънавиё ки аз ӯ мегирӣ ё бардоштое ки дорӣ ҳамроҳи шумо мемонад, илму дониш. масалан шумо вақте ки ғолиби озмун шудед, чӣ қадар масалан хурсанд будед, вале аз китобҳои хондаатон ки чанд сол пеш хондед, ҳанӯзам лаззат ҳаст аз он китобҳоё ки ин фарқ намекунад? ғолиби озмун ҳам мисли тамом кардани як китоб аст. ҳаминҷо чи аст ба андешаатон? ҳеҷ вақт ана ин ғолиби озмун шудан ё ки дар ҷои муваффақ гардидан ин лаҳзаина аст. ё ки якҷо ту ғолиб мешавӣ, мукофот ба даст мебиёрӣ, он тамомшаванда аст. Чӣ хеле ки Саъдӣ мегӯяд ки ҳакими писаронро панд медод ки эй ҷонони падар, илм биомӯзед ки молу мулк дар сафар бар маҳалли хатар аст, ё дӯст ба як бор бибарад, ё хоҷа ба тафориқ бихӯрад. аммо ҳунарманд, ҳунар чашмаи зоянда асту давлати поянда, ва ҳунарманд аз давлат беафтад ғам набошад, зеро ҳунар худ давлат аст. ҳунарманд ҳар ҷо ки равад қадр бинад ва дар садр нишинад. ва вақте ки инсон ҳунар дорад, вақте ки инсон дониш дорад, ӯ ҳеҷ вақт ин донишро аз даст намедиҳад. вақте ки инсон ҳам китоб мехонад ё ин ки маънавият мебардорад аз ҳамон китобҳо, ӯ лаззати ҳамон мутолиа кардагиашро тамоми умр ҳис мекунад. шояд вақте ки мо китоб мехонем, ба як мазмунаш эътибор медиҳем, ба маънии мазмуни рӯякиш. лекин вақте ки мо солортар шудан мегирем, зиндагиро бисёртар мебинем, баъдан мо шояд мазмуни китоби хондагиро баъди чанд сол фаҳмем, шояд дар пириамон фаҳмем. ё ин ки ин масалан ман ҳам вақте ки ягон китобро дар вақти мактабхонӣ мехондам, тамоман дигар хел мефаҳмидам. вақте ки имрӯз ҳамон китобро гашта мехонем, онро мо боз дигар хел мефаҳмем. асрорҳои ҳамон ниҳонии китоб ба мо ошкор мегардад. ва масалан гӯем ки баъзе асарҳо буданд ки ё ин ки масалан маснавии маънавӣ мо вақте ки мехондем дар вақти мактабхонӣ, ба мо ҳикояи шавқангезе ки ҳамон ҳайвонҳо иштирок доранд ва ҳамон ҳикояи ба ҷолибияташ диққат медодем, ба воқеа диққат медодем. лекин имрӯз агар онро фаҳмем, дар таҳти он чӣ қадар маънавиёту маънию панду ҳикмат мавҷуд аст. ва ҳар як бор агар китобро такрор хонем, агар як чизи нав пайдо мегардад. барои чӣ мегӯянд такрор модари дониш? то як китобро мегӯӣ ки ман хондагӣ ҳастам, не, ва агар баргашта хонӣ, агар бо як чизи нав меёбӣ ки ту дафъаи гузашта ба он эътибор надода будӣ ё ин ки дарк накарда будӣ. ин қадар китобро барои озмун хондед ё не? масалан бисёро шояд барои озмун ин қадар китоб мехонанд. шумо пештар ҳам мехондед ё фақат танҳо ба хотири озмун китоб хондед? Не, албатта не. ҳеҷ кас гӯем ки барои як озмун шуда фақат ту китоб намехонӣ ку. ман пештар ё ин ки аввалан ман намедонистам ки ман дар озмун иштирок мекунам. пештар барои худ масалан китоб мехондем. ва вақте ки озмунро эълон мекунанд, баъд ту медонӣ ки ба ҳамон чиз қодир ҳастӣ, ту метавонӣ ба ҳамон иштирок карда, мехоҳӣ ки дониши худро дар ҳамон ҷо санҷӣ ки ту то кадом поя андохта ҳастӣ. кош ҳадақал 10% донишҷӯёни мо ҳамин гуна мисли шумо китобхону донишомӯзу чунин ҷаҳонбинӣ медошанд. як ҳикоя аз Гулистони Саъдӣ нақл кардед ва дона ба дона ҳамон гуна ки ман фикр кардам китоб мехонам дар баробари шумо ҳамин хел ҳифз мекунед ҳикояҳоро, мисли ки шеърро ҳифз мекунед, масалан рубоиро ҳифз мекунед, ҳамин хел ҳифз мекунед ва чӣ гуна имкон даст медиҳад ки шумо ҳамин хел мисли копӣ кунед, гиред, яъне нусха бардорӣ кунед? на ҳама китобҳоро. ин Гулистон як махсусияти худро дорад. хуб, гузарам ба китобам. бале, ин Гулистон яке аз китобҳои дӯстдоштаи ман аст. барои чӣ? барои он ки саросар панду ҳикмат аст ва ҳар як қадами мо метавонад ки аз ин дар ҳар як қадам мо метавонем аз ин панд гирем.
و سبکی نوشت این کتاب عجایب است. این در نثر مسجع نوشته شده است. چقدر گفتیم پسران رو پند همی داد که ای جانان پدر هنر بیاموزید که هنر دولتی پاینده و چشمه زاینده. شعر است. بله نثر مسجع اینه که قافیه دار می آید. و گلستان بسیار حکایه هاش همین طور هستند. ما اگر اون رو عیناً نگوییم لذت اون رو حس کرده نمی‌کنیم. خب مثلا یک تا دیگه از گلستان یک حکایه که خودتون دوست می‌دارید از این گلستان. بازرگانی رو شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده و خدمتگار. شب در شهری کش مرا به خانه خیش درآورد و همه شب سخن‌های پریشان گفتند که فلان بضاعتم در هندوستان است و فلان بضاعتم در ترکستان و این از قباله فلان زمین است و این از قباله فلان. و می گفت که گاه خاطری سفر اسکندریه دارم که بس هوای خوش دارد. باز می گفت نه که دریای مغرب بسا مشوش است. بعد گفت سعدیا مرا سفری در پیش است. اگر آن کرده شود دیگر گوشه عزلت بگیرم و از بازرگانی دست بکشم. گفتم این کدام سفر است؟ گفتم خواهم گوگردی پارسی بردن به چین شنیدم که بس قیمتی گران دارد. کاسه چینی برون آرم، دیبای رومی به هند برم، آبگینه فولاد هندی به حلب برم، آبگینه حلبی به یمن آرم و برد یمانی به پارس آرم. بعد از آن گوشه بگیرم و فقط به دکانداری مشغول شوم. بعد همین گونه سخن‌های مالی خلیا بسیار گفتن گرفت و گفت سعدیا تو نیز چیزی بگو از آن چیزی که دیده یا شنیده ای. گفت آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالار بیفتاد از ستور. گفت چشمی تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاکی گور. آفرین. چند مرتبه خواندید این گلستان رو و شاید خیلی از اون روبایه ها و قطعه ها رو هم حفظ کردید به فکرم. گلستان هر وقتی که بیکار موندم همین یک میکشم خیلی که کدام حکایش پیش آمد میخونم یک بار. میتونید معنا میکنید معناش هم بفهم. اون گلستان بسیار کلمه‌ای دارد که ما اگر به یک خواندن یا اینکه به فرهنگ مراجعه نکنیم اگر فهمیده نمیتونیم حتما یا اینکه دیباچه‌اش هم رنگی شعر است. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممید حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکر واجب. این بسیار کلمه‌های نافهمه دارد. ما به فرهنگ مراجعه میکنیم وقتی که میفهمیم باری معنی بزرگ میبرداریم از این. برای یک آدم امروزی جوانانی مثل ما و شما یک دانشجو یک نفر میتواند در مشکل‌های زندگی در یک جاهایی که در زندگی لازم شود یعنی ما پند گرفته باشیم از گلستان. چون بعضی به نظر شده صحبت میرن میگن اصر مثلا تکنولوژی تلفن و اینترنت و هر جایی که میرم مثلا این چیزا مهیا است و دیگر حاجت نیست که ما با این گلستان و بوستان و این چیزا روی بیاریم یا نه. اون تکنولوژی که میگوییم برای زندگی امروزه لیکن مناسبت بین انسان ها چی؟ انسان وقتی که ما با یک کس این گویم سراسر پند و اخلاق و تربیت است. وقتی که با یک کس ما صحبت میکنیم یا اینکه با مناسبت به او تربیت و چی میگه آداب رو نگاه میداریم بهتر میگن گلستان سراسر پند و حکمت است. هر یک جمله اون پند میدهد و ما وقتی که یکون کار رو کردنی میشیم اگر همین چیزها در سرمون باشد شاید که ما رو شیطان وسوسه کند. بسیار حالتا میشد که ما میتونیم یکون کاری که جایز نباشد اما رو کردنی میشویم. شاید در اون منفعت باشد و برای همین ما کردنی میشویم که در همون حالت ما رو در راه میمونیم در همون حالت و فکر میکنیم که همین کار رو کنم نکنم و اگر گوییم همین پندها در تو اثر کرده باشند و تو قضاوت درست برآورده توانسته باشی اگر ما حتما راه درست را انتخاب میکنیم و ثمره‌اش هم خوب میشود. بعد کدام پند یا کدام ربایی از این گلستان برای شما بسیار پسند است و همیشه خواندید همیشه یادتون هست؟ مثلا یک چیز در کتاب یا جاش برای آدم همیشه پسند میشد و شما را به حیرت میبرد که چقدر خوب چقدر زیبا و چقدر زمانوی گفته است سعدی در گلستان. چه ربایی است یا قطعه است شعر است که برای شما پسند بود از این گلستان؟ این انتخاب مشکل است از این گلستان لیکن یک حکایه است. اکثرا در اینجا قطعه ها آورده شدن بعد حد یک حکایه قطعه آورده می شود. در اونجا یک حکایه آورده شده است که پادشاه عجمی با غلام هندی در کشتی نشسته بود و غلام دیگر مهنت دریا ندیده بود و
ناله و فغان میکرد که از این عیش پادشاه خیره گشت و نمیدانستند چیکار کردن، نمیتونستند که آن شخص را خاموش کنند و یک حکیم در کشتی همراه آنها نشسته بود. حکیم گفت که ای پادشاه اگر اجازت فرمایی اگر من او را به طریق خاموش گردانم. پادشاه گفت غایت لطف و کرم باشد. پس فرمود تا او را گرفتند و به دریا انداختند و از دریا برآوردند و در سکان کشتی نشاندند و آمد در یک گوشه کشتی نشست و خاموش گشته بود، آرام گرفته بود. پادشاه را عجب آمد، گفت در این چه حکمت بود؟ گفت از اول که مهنتی غرقه شدن را نمیدانست، راحت آسایشتگی کشتی را نمیدانست، به قدر سلامتی در کشتی بودش نمیرسید. میگد و در اینجا یک قطعه میارد که ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. هوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. اعراف این مکانی بین بهشت و دوزخ است. خیلی فانتاستیک است که هر یک کس در حسرت آن است که مثلا من در آسمانم گویم یا در یگان جایم گویم، وقتی که آدم جون نمیگیرد میگفت اقلا جای سیوم میگرفتم، وقتی که سیوم میگیرد چی بود دویم یا یکم نه. در این برنامه خیلی لذت بردیم از گلستان. ما همیشه میگفتیم گلستان بخوانید، ولی در این برنامه واقعا گلستان خوانده شد از جانب خواهرک مشاوره. واقعا عالی. من دیگر نمیخوام که بو بیشتر از این شما رو در این برنامه امتحان کنیم چون وقتی ما خیلی کم است. بگذاریم به کتاب مثنوی. یک حرف جالب از مولانا گفتید، من بار دیگر برای من اینجا پیدا گشت که مثنوی برای هر آدم هر سال هر سن جذابیت خودش را داشته است. من از این صحبت شما من باز درک کردم که شما گفتید ما در مکتب وقتی میخوندیم برای من حیوان ها جالب بودن، قصه ها جالب بودن و بعداً برای اون معنا جالب شد. شاید با رفتن گرفت برای یک گروه معنا عرفانی تر بگیرد. و این بار دیگر از اون شهادت میدهد که واقعا مثنوی یک کتابی عالی است. مثنوی رو همیشه میخوانید و از کی به خواندنش شروع کردید و نظرتون برای این کتاب چی است؟ مثنوی این اثری عرفانی و فلسفی بزرگ است و ما این چند بار هم خواندن گیریم، آن معنی های نهانی آن را آشکار کرده نمیتونیم. چندین عالمان و دانشمندان مثال در سر این کار کردگی هستند، لیکن هنوز هم مثنوی با پررگی شرح داده نشده است. 160 شرح مثنوی معنوی وجود دارد. 160 شرح مثنوی معنوی. 160 شرح مثنوی معنوی وجود دارد، ولیکن بهترین شرح این شرح درون مایگی مثنوی است. وقتی که مولانا حکایه را بیان میکند بعد آن خود به شرح همون حکایه پرداخته است. این بهترین شرح است و این را عالمان هم تاکید کردند. من پیشتر چیزهای دینی بسیار نمیدانستم. حتی وقتی که ما در مکتب تاریخ دین خوانده بودیم علما مثلا کدام دین کی پیدا شد و فکت های علمی آن را فقط میخوندیم، لیکن ما اونقدر توجه هم راست نداشتم، به ما تعلیم هم نمیدادن. و وقتی که ما دوشنبه آمدیم جمعه دیگر شد، به ما هر گویم ما تماما در یک جامعه نو غلطیده بودیم. هر کس را میدیدیم در اطراف خود گویم که دیدگاه دیگر دارند، دانشگاه دیگر دارند، دیدگاه دیگر هم دارند و دیدگاه دینی مخصوص دارند. من گویم مثلا من تماما دیدگاه دینی نداشتم، در این باره فکر هم کردگی نبودم و چیزی مرا وادار نکرده بود که در این باره فکر کنم. وقتی که می اومدیم با بعضی آدم هم صحبت می شدیم، اونها کم می زدن، من خندم می گرفت بعضن از گپ های آنها. بعد با توصیه های چند نفر خیلی کتاب های دینی هم بعضا خواندیم. بعد فهمیدیم که مثلا این کتابا رو می‌خوندیم، کتاب‌هایی که در بدین حکایه‌هایی که بدین رابطه دارن، اون حکایه‌هاش نمی‌فهمیدیم راستی. نمی‌فهمیم. خواهی حالا هم نمی‌فهمیدیم. بعداً کم کم وقتی که دین رو خوندیم بعد فهمیدیم که ها در همون حکایه چنین گفته شده بود. چی حکایت جالب بود برای شما که بسیار دقت جلب کننده بود؟ مثلا یک حکایت است خیلی جالب است. این رو بسیاری می‌دونن به فکرم. دید موسی یک شبان را براه که همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شبشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقتی خواب آید بریبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این نمد بیهوده میگفتان شبان، گفت موسی با کی هستی ای فلان؟ گفت
با آن کس که ما را آفرید. این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چی کفر است؟ این چی شرج است؟ این چی کفر است؟ و فشار پنبه اندر زبان خود فشار. گندی کفری تو جهان را گنده کرد، کفری تو دنیای دین را ژنده کرد. چارق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چون اینها کی رواست. گر نبندی از این سخن تو حلق را، آتش آید بسوزد خلق را. همین طور مباحثه دوام میکند و موسی آن نفر را سرزنش میکند که خدا را تو شخصیت پنداشتی و در حق او چون این سخنها را گفتی و آنچه پان شوریده شد و از گفتار بست و به دشت صحرا رفت. و وقتی که به موسی وحی آمد که از حق به موسی وحی آمد که ای موسی تو چرا بنده ما را از ما جدا کردی؟ ما تو را برای وصل کردن فرستادیم، نه برای فصل کردن. که آن بنده ما برای آن فرستادیم که تو مهر و محبت ما را در دل بندگان جای کنی، ولی چرا تو را از ذکر باز می‌داری؟ و موسی می‌خواهد که با اون شخص رفته باز مراجعت کند و اون شخص رو میابد و میگوید که و خیلی که میتوانی خدا رو پرستش کن و مناجات کن. و اون شخص علاقه شوریده و حق شده بود، سخنهای او را نمیشنود، میگوید که زبانم باز بسته موسی. مثلا مثنوی امروز در شکل نثر هم گرداندن، حکایه‌اش رو در شکل نثر هم گرداندن، لیکن خود مثنوی وقتی که میخونیم شکلی نوشته شدنش چقدر جالب است، آدم ذوق میبرد از همین خواندن نظمی همین اثر آدم گیم ذوق میبرد. یکم جالب گفتید که شرح درونمایه مثنوی شرح جالب است، یعنی خودش در حال قصه را میگه، در بیانش با حرفای دیگر رو میگه، باز با اومده در آخر با خلاصه اون حکایه را میگه و همین خیلی ما را به سمت خواندن دوام اون قصه تشویق میکند. شبیه که ما امروز در تلویزیون یک سریال رو میبینیم یا نمیدونم یک فیلم های جالب رو میبینیم که پیگیری میکنیم و مثنوی هم چنین یک کارکرد بسیار زیبای هنر رو در 800 سال پیش. بله وقتی که همون حکایه اولش میخونم، من اصلا اونجا یک حکایه دارد که میگه آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری. بعد گفتی استاد ما که تلخی آدم میکفد، میگه به چه خیلی فرزند است که مادر خود را میکشد. و میگه دومش میگه های تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چی کرد آخر؟ بگو ای زیشتر. گفت کاری کرد کن آری وی است، کشتمش کن خاک ستاری وی است. گفت آن کس را بکش ای محتشم. گفت پس هر روز مردی را کشم. و در آخر میگه که نفسی توست آن مادری بدخاصیت، کی فسادی اوست در هر ناحیت. هین بکش او را که بهری آن دنی، هر زمان قصدی عزیزی میکنیم. گفته که در واقع فکر میکنیم میگه اون کی است که مادرش رو میکشد و بعدا شرح میدهد که اون مادری که تو را به مهربانی میپرورد آن نفسی تو است. اون نفس ما رو وادار میکند که به بسیار کارها دست زنیم. مادری بوت هاست بوتی نفس شما، زان که آن بوت ما رو این بوت اژدها هاست. واقعا خیلی عالی میگه معلومات در این زمینه. در برابر ادبیات کلاسیکی باز درباره این کتاب‌ها و چه کتاب از ادبیات کلاسیکی است که بسیار دقت شما را جلب کرد و شوق آور بود؟ یکی از اثرهایی که امروز خیلی معمول هم هست و خیلی خواندنی است سمک عیار است و دقت مرا هم خیلی جلب کرده است، با وجود آن که کتاب خیلی بزرگ است، در چند جلد است. کتاب سمک عیار اول وقتی که ما این در نمونه نثر روایتی است، نمونه برجسته نثر روایتی و بسیار اثرهایی که در بسیار اثرهای نثر روایتی آنها خیال و بافته مردم هستند و وقتی که ما همین کتاب را هم میگیریم اول فکر میکنیم که شاید چه حقیقت داشته باشد، اینکه برای چی سمک عیار در همین باره فکر میکند. اینجا یک معلومات وارد شده است که در دوره فئودالیسم حیات سیاسی مردم خیلی مرکب گردیده بود و از هر طبقه گروهی مخصوصی آدمان، گروهی کلانی آدمان رانده میشدند و این شخصان منزل استقامتی دائمی و درآمدی دائمی نداشتند و اینها و این طبقه یک طبقه علاهیده را تشکیل میدادند.
این فرناند انگلس در کتاب خود مشهور خود جنگ‌های دهقانان در گرمانیا نوشته است که همین طبقه آدمان را اپوزیسیون پلبی ها نامیده است و همین طبقه مردم را هم به همون پلبی ها مانند کردند که اینها بعداً دسته های غازیان را تشکیل دادند و وقتی که در عصر همین حادثه های سیاسی تیزتون شدند حیات آنها هم دگرگون شد، زیرا که دولت متمرکز تاجیکان دیگر به آنها احتیاج نداشت. آنها نیز به 3 گروه تقسیم شدند. یکی راهزن و دوست شده رفتن یک گروه باشد از همون غنیمت های جنگ دارا گردیده به طبقه بالایی پیوست گردیدن، یک گروه باشد به دسته خودمحافظتی هنرمندان پیوست گردیدن که اینها همین جوانمردان هستند. اینها را عیاران مینامیدند. دسته جوانمردان که عیاران مینامیدند. عیار به معنی جوانمردی است در آنجا و نامگذاری گردیدن کتاب هم از یک جنبه به همین رابطه دارد به فکرم. کتاب جوانمردی. بله، سمک عیار در اینجا اینها اساساً جوانمردی را ترغیب میکنند. وقت مثلا سمک عیار اساساً 3 خط دارد. خط اول این عشق خورشیدشاه حلبی و مهپری چینی. خط دویمش این جنگ های چین و ماچین. عشق خورشیدشاه و مهپری سبب میگردد که چین و ماچین جنگ کنند و همین جنگ چین و ماچین سبب میگردد که عیاران و جوانمردان همون عملهای خود را نشان دهند، جوانمردی خود را نشان دهند گوییم. لیکن در یکم و دویم خط معنی اساسی نیست. این مقصد اساسی و معنی اساسی در همین خط سوم است در جوانمردان. در اون جفت است که مثال شغالی فیلزر میگوید که جوانمردی را 72 طرف است، لیکن از آن 2 را برگزیدن. یکی نام دادن و دویم راست پوشیدن، یعنی سیر نگاه داشتن است. و آنها ترغیب جوانمردی آنها چند خصلت‌های برگزیده داشتن. مثلا کسی که به همون دسته جوانمردان همراه شدن میخواست، آنها اول قسمیات میکردن. مثال روح‌افزای مطربه وقتی که به این دسته همراه شدن میخواد قسمیات میکند که به نام دادار آمرزگاری آفریدگار که با دوستان شما دوست باشم و با دشمن شما دشمن و سیر شما را آشکار نکنم و به همین مانند قسمیات میکردن و بعدا به همین دسته جوانمردان داخل میشدن. یعنی این سمک یار در برابر اون که یک کتابی خیلی تخیلی و فانتاستیکی به قول ما هست، ولی اگر ما ژرفتر نگاه کنیم یک واقعیت ها رو در اونجا آدم مییابد و مثل اون کتابای مشهوری که مثل گری پاتر و دیگرها که امروز دنیا را مثلا تسخیر کردن هم با فیلمشون و هم با کتابشون، اگر ما هم توانستیم یک تبلیغات خوب داشته باشیم، شاید یک از بهترین کتاب‌های مثلا تخیل و فانتاستیکی دنیا همین کتابی سمک عیار باشد. ببینید در برابر شاهنامه و سمک عیار گلستان و بوستان و مثلا مولانا و جامی و رودکی و اینها، شما از ادبیات بیرون هم میخونید چیزی، از ادبیات خارجی؟ بله، ادبیات خارجی رو بعضا گوییم برای باز هم استراحت کردن. وقتا بعضا مثلا از ادبیات کلاسیک انسان میتوند کم کم خسته شود، یعنی که بعضی اثرهای یه وقتی که ما میخونیم اگر نفهمیم خسته میشیم، اگر نفهمیم. لیکن و در بعضی حالت ها ما کتاب های جهان مطالعه میکنم، اثرهای جهانی با مثل غورمگس مثلا، این که یک اثری که خیلی ما رو تسخیر کرده است، این چمن‌آرای رشاد نوری گونتکین است. چمن‌آرا فریده که من چقدر که گفتن اون فریده هم یک دخترک بود، مثال چقدر به عذاب‌ها دچار می‌شود و خلاص یک جای سرگذشت خانه در آن کتاب بیدید برایتان پسند شد، نه؟ مثلا معمولا وقتی که هر جایی که خودش انسان می‌بیند اون چیز برای خودش پسند می‌شود. شاعر چند زبان رو می‌دونید از زبان‌های خارجی؟ زبان‌های خارجی روسی و انگلیسی و کمی زبان ترکی، ازبکی. آفرین. چون که در صحبت قبلی گفتن شما 5 زبان رو میدونید و بیاید صحبتتون رو در اینجا برای برنامه کتابخوان خلاصه کنیم. میخوام سخن خود را با یک شعر جمع کنم و یک غزلی سعدی بزرگ. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میانی نقش دیوار و میانی آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش و ورنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت.
مگر آدمی نبودی که اسیری دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده مانی بر روان آدمیت. طیرانی مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت، بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. نه بیاض فضل کردم که نصیحتی تو گفتم، هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت. پیشروی هر کشور، پیشروی هر جامعه این از داشتن دختران، مادران با عفت، پاکدامن، خوش اخلاق و دانشمندند. اگر مادران ما به دست کتاب گرفتند، حتما فرزندان ما به دست کتاب خواهند گرفتند. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه‌های آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و مددگارتان.